A battle raged at the end of the first tournament. The forces of Earthrealm were facing their greatest challenge. Mortal Kombat! هر وقت صدای اینتروی بازی مورتال کامبت شاولین مانکس رو میشنوم موهای بدنم سیخ میشه. بازی که خیلی هم باهاش خاطره داریم و مطمئناً اگه پلیستیشن 2 داشتین یه بار تجربهش کردین، مخصوصا با دوستا و رفقاتون. هیچکی تو سال 2005 فکرش هم نمی‌کرد یه مورتال کامبت کاملا متفاوت، اونم در سبک بیت ام آپ، بیاد و نه تنها لحاظ فروش و جلب و رضایت مخاطب بهتر کنه، بلکه در خود سری مورتال هم تحولی ایجاد کنه. تحولی که هرچند متاسفانه ادامه نداشت و مورتال دوباره به همون دی ان ای سابقش برگشت، یعنی مبارزات رو در رو. تو این ویدیو قصد دارم توضیح بدم آیا واقعا میشه امید داشت یه روز ریمیک این عنوان رو ببینیم؟ اصلا چرا به ریمیک این بازی نیاز داریم؟ و اگر منتشر بشه موفق خواهد شد؟ استودیو که یه زمانی بازی رو ساخت آیا هنوزم پابرجاست یا نه؟ بریم سراغ جواب دادن به این سوالا. مورتال کامبت شاولین مانکس یا به فارسی راهبان شاولین عنوانی اکشن ادونچر و بیت ام آپ بود که در سال 2005 توسط استودیوی میدوی لس آنجلس روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن 2 و ایکس باکس منتشر شد. در مورد میدوی لس آنجلس بگم که در زمان ساخت بازی با نام پارادوکس دیولپمنت شناخته میشد، اما تو سال 2004 توسط میدوی خریداری و به میدوی لس آنجلس تغییر نام داد، یعنی شد یکی از شعبه‌های میدوی. برگردیم به معرفی بازی. شما میتونستین از بین لوکینگ و کونگ لاو کاراکترتون رو انتخاب کنین. از جمله مزایای حالت کوآپ این بود که شما میتونستین به محتوا و مناطقی دسترسی پیدا کنین که در حالت تک نفره وجود نداشت. علاوه بر این بازی بخش سوم به نام ورسز مود داشت که طبق سنت سری مورتال کامبت دو بازیکن میتونستن در مقابل همدیگه قرار بگیرن و به مبارزه بپردازن. میدوی المان‌های اصلی سری یعنی کمبوها و فتالیتی‌ها رو به خوبی در گیم پلی بازی گنجونده بود. حتی هر کدوم از کاراکترها اسپیشال مووز های متعددی هم داشتن. خلاصه آش شل قلمکاری تحویل داد که تقریبا همه ازش راضی بودن. قصد ندارم زیاد به داستان بازی بپردازم، فقط اینو بگم که این اسپیناف باز روایتی از داستان مورتال کامبت 2 که اونم میدوی ساخته بود. این وسط لوکینگ و کونگ لاو باید به عنوان نیروهای محافظ ارثرلم در برابر حملات اوترورلدز برای به زانو درآوردن ارثرلم مقابله کنند و ریدن هم به عنوان استادشون تو این مسیر بهشون کمک میکنه. خلاصه داستان این مورتال کامبت به عنوان یه اسپیناف تو خط اصلی داستانی سری مورتال کامبت جریان نداره و آفکنون به حساب میاد. ایده ساخت یه بازی فری با محوریت لوکینگ از اوایل دهه 2000 مطرح شده بود، اما پس از استقبال ضعیف از اسپیناف‌های قبلی یعنی متالوجی ساب-زیرو تو سال 1997 و اسپیشال فورسز تو سال 2000 کنار گذاشته شد تا اینکه میدوی تو سال 2004 شاولین مانکس رو به صورت رسمی معرفی کرد. دیوید زاکر رئیس وقت میدوی از شاولین مانکس به عنوان اولین گام در جهت تحقق خواسته‌ای که طرفداران مورتال کامبت سالها داشتن، یعنی عرضه هر ساله یه بازی جدید در دنیای مورتال کامبت یاد کرد. اعضای استودیو جهت تحقق این هدف سر یه بازی ماجراجویی که داستانی عمیق‌تر از نسخه‌های قبلی داشته باشه و در عین حال روی جهانبازتر به سری بده به توافق رسیدن. اد بون یکی از خالقان اصلی مورتال کامبت در این پروژه نقش کارگردان خلاق رو داشت و همراه با تیم برنامه‌نویسان روی طراحی موتور مبارزه کار کرد. به هر حال موتور بازی قبلی سری یعنی دیسپشن اونقدر به میدوی آزادی عمل لازم برای ترکیب حرکات و حمله در جهات مختلف رو نمیداد. بعدش هم این گیم قرار بود با بقیه گیم‌های اکشن ادونچر رقابت کنه. سر همین نیاز به یه موتور پیشرفته‌تر احساس میشد. از طرف دیگه چون مورتال کامبت 2 عنوان مورد علاقه ادوون از سری بود، تصمیم گرفتن داستان این اسپیناف رو بر اساس همون نسخه شکل بدن. جالبه بدونین حالت ورسز مود از ابتدا قرار نبود تو بازی باشه، بلکه به صورت تصادفی و از طریق یه باگ در نسخه‌های آزمایشی به وجود اومد، زمانی که تست کننده ها داشتن با همدیگه مبارزه میکردن.
اما تیم تصمیم گرفت این ویژگی رو حفظ کنه و اون رو با عناصر بازی‌های ماجراجویی ترکیب کنه تا چیزی عین نسخه‌های کلاسیک مورتال کامبت نباشه. پس از گذشت 5 سال از انتشار بازی و در حالی که هممون فکر می‌کردیم ساخت دنباله برای بازی هیچگاه توسط استودیوی میدوی کلید نخورده بود، گیم اینفورمر خبری از زبون ادمون منتشر کرد. دنباله‌ای با عنوان مورتال کامبت فایر اند آیس درست پس از موفقیت شاولین مانکس در دست ساخت بود که به بازیکنان امکان کنترل ساب زیرو و اسکورپیان رو میداد، اما به خاطر کمبود بودجه این پروژه به جایی نرسید و کنار گذاشته شد. ادبون همیشه تو مسابقه‌ای که باز شده علاقش به ساخت دنباله، ریمستر یا عنوانی مشابه شاولین مانکس رو انکار نکرده، اما تا الان جز شایعاتی که رسانه‌ها برای بازارگرمی معمولا میگن خبر جدیدی از شاولین مانکس منتشر نشده. مطمئناً هیچ کدوم از ما دوران شیرین کودکیمون که پیوند خورده بود با تجربه‌های کوآپ رو فراموش نمی‌کنیم. دستگاه رو روشن می‌کردی و دسته‌های سیمی رو متصل می‌کردی. بعدش فقط یه همبازی لازم بود که اونم هر طور شده جور می‌کردی. پسر عمویی، خاله‌ای، پسر همسایه‌تون، خلاصه خودتون بهتر از من در جریانین. دیگه کاری نداشتی بازی که تو دستگاه گذاشتی متاش چنده، قیمتش چنده، بدون دغدغه بازی می‌کردی و لذتشو می‌بردی. این نوستالژی هنوز درون ما زنده است، با اینکه ممکنه سنی ازمون گذشته باشه. و مطمئناً به خاطر همین حس نوستالژی که استودیوها رو آوردن به ریمیک آثار قدیمی، آثاری که یه عمر باهاشون خاطره داشتیم، مثل سایلنت هیل، متال گیر، کرش و آثاری از این دست. علاوه اقتصادی هم بخوایم نگاه کنیم، ریمیک کردن بازیایی که قبلا جواب پس دادن یا تو نظرسنجی که بین طرفداران گذاشته میشه بیشترین خواهان رو برای ریمیک شدن دارن، ریسک کمتری برای ناشرا و سازنده ها داره و به همین خاطره که ریمیک ها امروز اینقدر فراگیر شدن. جدا از مسئله ریمیک ها، موفقیت فوق‌العاده بازی‌های استودیوی هیزلایت و شخص جوزف فارس در سالهای اخیر یه الگوی خوب برای سازنده‌های مختلف میتونه باشه تا بیشتر روی تجربه‌های کوآپ مانور بدن، اونم در جهانی که هر روز بیشتر غرق تفرد و انزواگرایی میشه. این نزدیکتر شدن گیمرها به هم موقع تجربه بازی‌های کوآپ تجربه به خصوصی که الان به شدت بهش نیاز داریم و نباید ازش غافل شد. فلسفه‌ای که شخص فارس به شدت بهش معتقده. Saying fuck the Oscar and now actually in a way the Oscars got fucked because the Game Awards is getting way better so و تو هر بازی شاهد پیشرفت و گسترش جامعه مخاطبینش هستیم. مسیری که با اوی اوت به طور جدی شروع شد، با ایت تکس تو و موفقیت جهانی بازی با اوج خودش رسید و با اسپلیت فیکشن ادامه پیدا کرد و مطمئناً ادامه نیز خواهد داشت. تا الان توضیح دادم که چه منطقی چه احساسی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، ریمیک شاولین مانکس میتونه تصمیم درستی باشه، یا حداقل اگه نخوان ریمیکش رو بسازن یه عنوان مشابه تو همون سبک بسازن. اما این وسط یه سری موانع ریز هم هست که باید بهشون اشاره کنم. اولا اینکه میدوی دیگه وجود خارجی نداره، چون تو سال 2009 ورشکست شد و اعضای شعبه لس آنجلس میدوی که سال قبلترش به میدوی سن دیگو منتقل شده بودن، بعد اعلام این ورشکستگی روز خوش ندیدن. میدوی سن دیگو هم آگوست 2009 بسته شد و بیشتر داراییش توسط THQ خریداری شد. البته دقت کنید مالکیت مورتال کامبت بعد ورشکستگی میدوی دست وارنر براز استودیوز و به طور دقیق‌تر ندرلم استودیو افتاد. بعد این اتفاق تنها 40% از اعضای استودیوی میدوی سن دیگو پیشنهاد استخدام در شرکت جدید دریافت کردند و مابقی اخراج شدند. بله، چه اتفاق آشنایی هم هست اخراج و تعدیل اعضای استودیوها. البته این دوستانی که اخراج شدن بعداً توسط استودیوی هایمون جذب شدن که الان زیر چتر اکتیویژنه. معروف ترین بازی که هایمون استودیو ساخته بازی ددپول بوده تو سال 2013 و تو این چند سال اخیر بیشتر به عنوان استودیوی همکار در روند ساخت کال آف دیوتی ها مشارکت داشتن. خلاصه سرتون رو درد نیارم، اون میدوی لس آنجلسی که یه زمانی میشناختیم اون از ذهنتون بریزین دور،
چون اعضای اون استودیو کاملا متفرق شدن و این یعنی شما به کسایی که رو نسخه اصلی کار کردن و اون سیستم بیتماپ ویژه رو براش تدارک دیدن دیگه دسترسی نداری. تو نگاه اول شاید نشه به این موضوع به عنوان یه مانع منطقی نگاه کرد، چون آدمای جدید و استودیوهای جدید همیشه رو ریمیک بازی‌ها کار کردن و به ندرت دیدیم استودیوهای قدیمی بیان بازی سابقشون رو ریمیک کنن. ولی خب نمیشه از نقش نظارتی که اون افراد کهنه‌کار رو پروژه‌های ریمیک دارن یا همکاری که بعضی اوقات تو نسخه ریمیک بازی‌ها دارن غافل شیم. مثلا بلوبر تیم سر ساخت سایلنت هیل 2 ریمیک دوباره سراغ آکیرا یاماوکا به عنوان آهنگساز نمادین سری و ماساهیرو ایتو طراح هایلاها از جمله پیرامید هد رفت. ورشکستگی میدوی از سرش صرفاً به اینجا ختم نمیشه، چون اسستا و سورس کدهای اون بازی قدیم وسط تموم این اتفاقات دیگه دود شدن رفتن هوا و همه چیز باید از نو ساخته شه توسط یه استودیو که به بیتماپ و کوآپ آگاهی کاملی داشته باشه. شاید با خودتون بگین خب سورس کدهای نسخه قدیمی بیشتر به درد ریمستر و ارتقای گرافیکی صرف میخوره. برای ریمیک همونطور که از اسمش پیداست باید همه چی رو از صفر بسازن وگرنه ریمیک نیست. منم میگم حق با شماست. درسته که برای یه ریمیک واقعی سورس کد لازم نیست، اما اگه تیم سازنده ریمیک به سورس کدها دسترسی داشته باشه میتونه ازش برای مرجع‌گیری منطق بازی، مثلا سر هوش مصنوعی دشمنا، فیزیک، مسیر دوربین یا چینش دشمنا استفاده کنه. و برای شاولین مانکس که طراحی مراحل و سیستم کمبوهاش خاص بود، وجود سورس کدها بخش زیادی از مسیر رو هموار میکرد. مثلا بلو پوینت برای ساختن نسخه ریمیک دیمن سولز از سورس کدهای نسخه قدیم که دست فرام سافر بوده استفاده کرده. اما در مورد شاولین مانکس که دیگه همه چی از بین رفته و دیگه اون سورس کدها در دسترس نیست، باید مهندسی معکوس صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی بیان ویدیوهای گیم پلی بازی قدیم رو ببینن و یه چیز شبیه اونو پیاده سازی کنن. این مرحله به خودی خودش زمانبر، پرهزینه و دارای ریسکه. ندرلم نه خودش افراد لازم برای این کار رو داره، نه حاضر چنین ریسکی رو به جون بخره. ریسکی که البته با یه حساب کتاب اونقدر نیست. با چراغ سبز طرفدارا تا حدودی برطرف میشه، اما متاسفانه ندرلم اونقدر سرگرم پول پارو کردن با خریدای در اون برنامه‌ای و اکسپنشن‌های مورتال کامبت هست که به قول معروف در خواب غفلت به سر میبره. کاش ندرلم کمی از کپکام و کونامی یاد میگرفت که برای ریمیک شدن بازی‌های قدیمیشون هر چند وقت یک بار نظرسنجی میذارن و اجازه نمیدن برخی از عناوین و مجموعه‌های تحت مالکیتشون الکی تو ویترین خاک بخورن. در کل این موانعی که گفتم اکثرا فنی بودن و بیشتر به سیاست‌های فعلی ندرلم استودیو مربوط میشه. شاید یه روزی اگه سرشون به سنگ خورد و قصد داشتن کمی به خواسته‌های مخاطبینشون اهمیت بدن، فکری برای شاولین مانکس بردارن، یا حداقل اگه دیدن ریمیک اون بازی نمیصرفه برن سراغ یه بازی جدید با همون حال و هوا. مورتال کامبت شاولین مانکس یه جایی تو قلب طرفدارای مورتال کامبت دفن شده و همه چشم انتظار روزیان که یه خبر رسمی از این بازی منتشر بشه. ساخت ریمیک از این بازی نه تنها خواسته طرفدارای قدیمی مجموعه رو برآورده میکنه، بلکه با توجه به نیاز بازار به بازی‌های کوآپ میتونه طرفدارای جدیدی رو هم برای سری به ارمغان بیاره. حالا شما بگین اصلا شاولین مانکس تو بچگی بازی کردین؟ تجربتون از اون بازی رو چطور توصیف میکنین و چقدر امید دارین اون بازی دوباره جون بگیره و احیا شه؟ نظرتون رو برام بنویسین و اگه محتوای من رو دوست دارین خوشحال میشم با زدن دکمه سابسکرایب من رو دنبال کنین. مخلص شما، فعلا خداحافظ.